مطرب شده بیت الحزن حضرت صادق. السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق و رحمت الله و برکاته. قاری قرآن برای من در ازای قرآن ناطق قرآن بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه
أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و متشکرم از قاری ارجمند برادر گرامی جناب آقای اقبالی عزیز و بزرگوار و سلام عرض میکنم ویژه و بلند بالا محضر شما بینندگان گرامی شبکه قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران که از دقایقی پیش همراه ما هستید در حرم مطهر امامزاده علی ابن جعفر سلام الله علیهما و تسلیت و تعزیت هم میگم محضر شما بینندگان عزیز، هم سیمای نور و هم سیمای قرآن، شهادت آقامون امام صادق علیه السلام رو و خوش آمد میگم بهتون. انشالله در مجلس روضه امام ششم شیعیان سلام الله علیه باشید و الهی که یه روزی بتونیم کنار هم در مدینه الرسول، در مدینه النبی، در کنار قبرستان بقیع عرض ادب و ارادت بکنیم. خدمت شما عرض میکنم که بیننده های گرامی، حضار ارجمند، جناب حجت الاسلام المسلمین فاطمیان مدیر محترم حرم مطهر امامزاده علی ابن جعفر سلام الله علیهما دقایقی خدمتشون هستیم برای اینکه به زائرین و مجاورین و به دوستان عزیزی که اینجا هستند خوش آمد بگن و بد نیست این رو عرض بکنم که برنامه امروز ما خیلی خیلی بزرگ و با برکت، به برکت وجود عزیزانی که از خادمین حرم امامزادگان بزرگوار و بقاع متبرک در شهر مقدس قم هستند. امامزادگان گرانقدری که هر وقت دلمون میگیره تو همین شهر مقدس قم خدمتشون میرسیم و در کنار خادمین بقاع متبرک شهر مقدس قم، خادمین حرم با صفای ارباب بی کفن آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم اینجا هستند. خوش آمد میگم خدمت دونه دونه رفقای عزیزم که از زحمت کشای بین الحرمینن، بذارید بهتر بگم از جاروکشای بین الحرمینن و چه افتخار و سعادتی از این بالاتر برای یکی که
یه عمری حسین حسین گفته بشه جاروکش بین الحرمین. و خب حالا حاجی آقای فاطمیان عزیز خدمتشون هستیم. بعد از صحبت‌های ایشون، توضیحات و خیر مقدمشون، مجددا خدمتتون میرسم برای اینکه برنامه‌های دیگه‌ای رو پیشکش محضر شما خوبان بکنیم. حضار ارجمند، زائرین و مجاورین، بینندگان گرامی، همه با هم تقدیم به ساحت قدسی و نورانی امام صادق علیه السلام و فرزند بزرگوارشون علی ابن جعفر بلند و رسا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر بن محمد ایها الصادق علیهم السلام و علی ابنه جعفر بن محمد الصادق علیه السلام. امروز شب شهادت شیخ الائمه بزرگ مکتب تشیع آقای امام جعفر صادق هست. امامی که در 65 سال عمر شریفشون 34 سال رو امامت تشیع رو به عهده داشتن. دوران شکوفایی مکتب بزرگ تشیع در دوران آقای امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد. ایشون هم دوره بودن با خلفای ستمگر اموی و عباسی، هشام بن عبدالملک و صفا و منصور دوانیقی. اما نزاع بین این خلفای اموی و عباسی فضا رو برایشون باز گذاشت که بتونن مکتب تشیع رو که مکتب راستین خداوند متعال بر روی کره زمین بود رو تبلیغ کنن. گرچه در روایات داریم که کلنا نور واحد، تمام ما اهل بیت یک نور هستند و لا یقاس بنا احد، هیچ کس قابل مقایسه با ما اهل بیت نیستند. اگر هر کدام از اهل بیت در جایگاه امام دیگری بودن، همون کاری رو انجام میدادن که اون امام بزرگوار با توجه به شرایط و مقتضیات زمان انجام دادن. حضرت علی ابن جعفر الصادق فرزند آقای امام صادق علیه السلام بزرگ شخصیتی بودند که از فرزندان آقای امام صادق و کوچکترین فرزند ایشون بودند. حضرت علی ابن جعفر ارادت خاصی به محضر اهل بیت داشتند، گرچه ایشون جز 14 معصوم نبودند و از ائمه ما نبودند، اما احترامی که ایشون به امامان قائل بودند در تاریخ زبان زد هست. در روایتی داریم از مرحوم کلینی که می‌فرماید خدمت علی ابن جعفر بودیم، کرسی تدریسی داشتند، شاگردان بسیار زیادی در مدینه در مسجد رسول خدا نشسته بودیم. ناگهان دیدیم که آقای امام جواد علیه السلام که فرزند کوچکی بودند، 7-8 ساله بودند ولی امامت رو داشتن، وارد مسجد رسول الله شدن. آقا علی ابن جعفر در سن حدوداً 90 سالگی استادی هستن، شاگردانی دارن، از جای خودشون بلند شدن، بدون عبا بدون کفش رفتن دم در مسجد. این نازدانه آقای امام رضا، آقای امام جواد رو دستشون رو بوسیدن، همراهیشون کردن، آوردن بالای مجلس، ایستادن. آقای امام جواد فرمودند که عمو جان
بفرمایید بنشینید. گفتن چطور من بنشم در حالی که شما ایستادید؟ لحظاتی رو بودن، بعد تشریف بودن. علی ابن جعفر مشایعت کردن ایشون رو تا دم در. وقتی برگشتن شاگردها به ایشون اعتراض کردن که چرا این چنین خودتون رو کوچیک کردید برای این فرزند خردسال. حضرت علی ابن جعفر فرمودن ساکت باشید. دست به محاسن مبارکشون گرفتن و فرمودن وقتی خداوند این محاسن رو اهلیت نداد و به این نوجوان اهلیت داد که امامت رو داشته باشه، من نباید فضل و کرامت ایشون رو منکر بشم. بل انا له عبد، بلکه من عبدی از بندگان امام جواد و ائمه هستم. علی ابن جعفر 1000 خورده ساله که از دنیا رفتن، این احترامی که به آقای امام جواد نوجوان داشتن در تاریخ، در کتب تاریخ هست. اصول کافی و کتاب‌های دیگر اینو نقل کردن. خودشون رو عبدی از بندگان آقای امام جواد و اهل بیت میدونن. اینجوری میشه که فردی بزرگ میشه و از میان 444 امامزاده‌ای که در شهر مقدس قم دفن هستن، بزرگانی مثل موسی مبرقه علیه السلام فرزند بلافصل امام جواد، مثل امامزاده سید علی علیه السلام از نوادگان قمر منیر بنی هاشم و سایر امامزادگانی که در شهر مقدس قم هستند. علی ابن جعفر هم فرزند بلافصل آقای امام صادق علیه السلام نورانیتی دارن و حرمشون ملجأ قمی های محترم هست. در این گلزار شهدای قم مدفن 3362 شهید بزرگوار هست که همه پناهنده به این امامزاده واجب التعظیم شدن. انشاءالله که خداوند همه ما رو از نوکران و عاشقان اهل بیت قرار بده و همه ما رو در روز حشر در زیر سایه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. اجماعاً صلوات. سید رفیع میگه با چند تا از شاگردای امام صادق رفتیم خدمت حضرت، دیدیم آقا فرش رو زیر انداز هرچی از کنار زده، رو زمین نشسته و مثل کسی که عصای سنگین و مصیبت سنگینی بر او وارد شده، گریبان چاک کرده، گریه داره میکنه که ما هوش از سرمون پرید که چه مصیبتی بر خونه امام صادق وارد شده. دیدیم حضرت تو بین گریه‌هاش این جمله رو میگن که سیدی غیبتو که نفت رغادی و زید علی مهادی، آقای من غیبت تو خواب رو از چشم من رو بوده، آرامش رو از من گرفته. میگه وقتی تمام شد گفتیم آقا خبری شده، مصیبتی وارد شده. حضرت فرمود داشتم کتاب جفر رو که از علوم اهل بیت، از منابع علوم اهل بیت میدیدم و دوران آخر الزمان رو و دوران غیبت فرزندمون مهدی و دورانی که سختی هایی بر شیعیان ما خواهد بود که بعضی ها دچار لغزش و ریزش میشن، ناله من بلند شد از اون دوران. خب خیلی سپاسگزارم از حاج آقای فاطمیان عزیز، مدیر محترم به حرم نورانی آقا علی ابن جعفر علیهم الصلوة و علیهم السلام. عرض کنم که امروز، امشب و فردا که در آستانه و در شب شهادت و فردا روز شهادت بنیانگذار مکتب شیعه حضرت امام صادق علیه السلام، هر کس هر جوری که بلده ارادت ورزی میکنه و خوش به حال اونهایی که امروز، امشب، فردا یه مجلس روضه‌ای برپا میکنن. شاید یه مجلس روضه خونگی با 7-8 نفر شرکت کننده. به نظرم بسیار بسیار مهمه که آقای غریب، آقای مظلوم امام صادق علیه السلام رو براشون سنگ تموم بذاریم. هر اندازه که میتونیم، حالا هیئات، کسانی که مجالس بزرگ و باشکوه‌تر به لحاظ تعداد شرکت کنندگان برپا میکنن،
دست مریزاد، هرچه بیشتر بهتر. و به نظرم رسانه یکی از مهمترین کارکردهاش همینه. ما الان از دقایقی پیش که خدمت شما بیننده ها و حضار ارجمند و زائرین و مجاورین حرم امامزاده بزرگوار علی ابن جعفر علیه السلام رسیدیم، یه مجلس روضه میلیونی قصدمون بوده برپا کنیم. آره، هممون میخوایم عزاداریمون رو نشون بدیم، هممون میخوایم به فرمایش خود امام صادق علیه السلام عمل کنیم که فرمود شیعه ما تو شادی ما شاده و تو غم ما غمگین و افسرده و ناراحت. بنابراین اول از همه باز و مجدد محضر آقامون امام زمان علیه السلام عذرخواهی میکنم، تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و محضر همه شما بینندگان عزیز و کسانی که تو این حرم نورانی حضور دارید. قراره که در ادامه در خدمت کارشناس ارجمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هدایت باشیم و انشالله بعد از ایشون از ذکر اهل بیت علیهم السلام هم بهره‌مند خواهیم شد. و قبلش اجازه بفرمایید که یه چند بیتی شعر که یه بیتش رو خوندم اون موقعی که آقای اقبالی قاری رو میخواستم دعوت بکنم برای تلاوت قرآن، یه چند بیت دیگهش رو بخونم و این بشه توسل ما، چون قرار اینجا مجلس روضه باشه و هست. گفت که افتاده خزان در چمن حضرت صادق، یثرب شده بیت الحزن حضرت صادق. افسوس که از آتش زهر ستم خصم، شد آب تمام بدن حضرت صادق. بالله قسم اهل مدینه نشنیدند جز حرف خدا. بالله قسم اهل مدینه نشنیدند جز حرف خدا از دهن حضرت صادق. سر تا به قدم گوش شده شهر مدینه، سر تا به قدم گوش شده شهر مدینه، در آرزوی یک سخن حضرت صادق. جا دارد اگر در غم آن پیکر رنجور، خون گریه کند پیرهن حضرت صادق. و بالاخره این که مسموم شد از زهر، قربان مظلومیت امام صادق علیه السلام، مسموم شد از زهر ولی زیر سم اسب پامال نگردید تن حضرت صادق. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حسین ابن علی. از همین جا، از همین نقطه نورانی، از مسیر ارادت ورزی محضر امامزاده علی ابن جعفر در شب شهادت امام صادق علیه السلام، در آستانه روز شهادت، بریم کربلای معلا، یه سلام همین لحظه ها همه با هم بدیم و بعد انشالله محضر استاد ارجمند حاج آقای هدایت عزیز و گرانقدر خواهیم بود. کیا دوست داشتید این چهارشنبه غروب، این چهارشنبه شب مثل فردا و فردا شب کربلای معلا باشید؟ کیا دوست داشتید بین الحرمین سلام بدیم محضر آقامون ابا عبدالله؟ کسی هست بگه دوست نداشتم؟ کسی هست بگه برام فرقی نمیکنه کربلا باشم یا نباشم؟ پس آقایون دستای ادب رو به سینه بگذاریم. بیننده ها قربون معرفتتون، اگه شدنیه امکان داره شما این کارو بکنید. حضار ارجمند خیلی ممنون ازتون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه بگیم، کسی ساکت نباشه، بیننده و شنونده و زائر و مجاور. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
قبول باشه الهی از همتون. سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی جناب آقای هدایت عزیز و بزرگوارم. انشالله ما رو دعا کنید و فیض ببریم از محضر شما با یه صلوات که حضار ارجمند، بیننده ها و شنونده ها، زائرا و مجاورا، آقایان و بانوان جلی بر محمد و آل محمد ختم می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن. به نیابت از همه شهدایی که اینجا هستن برای سلامتی امام حاضرمون دعا میکنیم. شب شهادت جد عزیزشون رئیس مکتب شیعه است. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آن سفر کرده که 100 قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. عرض تسلیت محضر فرزند عزیز امام صادق علیه السلام علی ابن جعفر، محضر فرزند امام کاظم، محضر فرزندان اهل بیت علیهم السلام، محضر امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم. خدا رو شکر میکنیم شب شهادت امام صادق علیه السلام در شهر قم هستیم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ان لله حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو مدینه و لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه. بعد حضرت فرمودن ولنا اهل البیت حرما و هو مدینه قم. امام صادق فرمودن اگر حرم خدا مکه است، اگر حرم رسول خدا مدینه است، اگر حرم امیر المؤمنین نجف و کوفه است، حرم همه ما اهل بیت شهر مقدس قم. چرا یا امام صادق؟ حضرت علتش رو اینجور فرمودن ستدفن بضعة منی اسمها فاطمه. در آینده قبل ان یولد الکاظم، هنوز امام کاظم فرزند امام صادق به دنیا نیومده، حضرت از یه دختری خبر میدند از فرزندانشون که اسمش فاطمه است. حضرت فرمودن من دارها وجبت له الجنه. هر کسی فاطمه جان من رو، من امام صادق دختری دارم به نام فاطمه، هر کسی فاطمه ما رو زیارت بکنه بهشت براش واجب میشه. به خاطر این دختر شهر مدفن این دختر یعنی شهر این قم شد حرم اهل بیت علیهم السلام. پس ما به شهادت امام صادق در شهر حرم اهل بیتیم، در کنار فرزند بلافصل امام صادق یعنی جعفر ابن علی ابن جعفر. علی ابن جعفر 2 سالشون بود که پدر رو از دست دادن. آخرین فرزند امام صادق هستند. 4 امام و بنابر نقلی 5 امام بزرگوار، 5 امام معصوم رو درک کرده. بعضی ها میگن در دوره امام جواد، بعضی ها میگن حتی در دوره امام هادیشون از دنیا رفته. کسیه که
مرحوم مفید در کتاب ارشاد می نویسه کان شدید و تمسک به اخیه موسی، وابسته بود دست به دامن و متوسل برادرش موسی بن جعفر بود. در دوره ای که فرقه ها و مکاتب و افکار انحرافی تهاجم فرهنگی به جامعه مسلمین حمله کرده، علی ابن جعفر فرزند امام صادق کتابی داره به نام المسائل، یا مسائلی که از برادرش موسی یاد گرفته، همه رو نوشته برای مبارزه با افکار انحرافی، کتاب نوشته و در دوره خودش ترویج کرده. 3 کتاب این امام زاده، این دانشمند بزرگ داره: کتاب الحلال و الحرام، کتاب مسائل و کتاب مناسک حج. هر 3 کتاب رو منتشر کرد برای اینکه مکتب پدر بزرگوارش امام صادق رو ترویج بکنه. چه شاگردانی داشته: یونس ابن عبدالرحمن، عبدالعظیم حسنی. چقدر دانشمندان و علما از محضر این امامزاده عظیم الشأن استفاده کردند. علامه مجلسی پدر یعنی محمد تقی مجلسی در کتاب روضة المتقین جلد 14 صفحه 191 می نویسه علما متفق هستند که فرزند امام صادق علی ابن جعفر در باغ بهشت قم، یعنی همین مکان، مدفن هستش، دفن شده. و علما به این مکان و به این امامزاده اعتقاد عظیمی دارند، اعتقاد واقعی دارند. الحمدلله محضر فرزند امام صادق علیه السلام هستیم. اما امام صادق یک صلواتی داره، حضرت امام حسن عسکری. این صلوات رو امام حسن عسکری یاد دادن، خودشون فرمودن لولا انه دینون، اگر این صلوات دین شما نبود من به شما یاد نمیدادم. صلوات بسیار مهمیه. در کتاب مفاتیح الجنان، آخر مفاتیح الجنان، یک فصلی هست به نام صلوات بر حجج طاهره. همه اهل بیت یه صلوات مخصوص دارند که شیخ طوسی در کتاب مصباح نقل کرده از ابوالفضل شیبانی که میگه من رفتم سامرا محضر امام حسن عسکری، کاغذ و قلم بردم، گفتم آقا صلواتتون رو به من یاد بدید. حضرت فرمودن این صلوات اعتقاد شماست، دین شماست، معالم دین شما در این صلواته. از پیغمبر اکرم امیر المؤمنین تا میرسه به امام صادق علیه السلام. امام حسن درباره امام صادق اینجور صلوات فرستادن: اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق. تمام فضائل، سیره و حقیقت زندگی امام صادق در این صلوات کوتاه هست. محضر شهدا، محضر این علما و امامزاده ها، میخوام این صلوات رو شب شهادت تقدیمتون بکنم. خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین اللهم و کما جعلته معدن کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان توحیدک و ولی امرک و مستحفظ دینک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک انک حمید مجید. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چند تا عبارت کوتاه این صلوات رو توضیح میدم، روزم رو میخونم. خازن العلم، امام صادق مخزن علم هستند. در زیارت جامعه کبیره میخونیم خزان العلم، محل علم شما هستید. فیه آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. خدا در قرآن میفرماید امام صادق و اشار به یدهی الی صدره، حضرت به سینه خودشون اشاره کردند، فرمودن اوتوا العلم، ما اهل بیت هستیم. حالا از بین همه اهل بیت خزان مخزن علم اصلی امام صادق علیه السلام. علما و دانشمندان غرب و شرق تحقیق کردند، فهمیدن امام صادق فقط فقه درس نداده. عزیزان من، کتاب وسائل و شیعه 6/7 36 هزار حدیث تو اونجا هست. اونجا 6/7 فقط مال امام صادق علیه السلامه. عزیزان من، 80% معارف شیعه مال امام صادق علیه السلامه. فقط امام صادق به یه شاگردشون 47,000 حدیث یاد دادن. امام صادق و امام باقر 4,000 شاگرد دارن. 400 اصل علمی کتاب از امام صادق علیه السلام شاگردان ایشون منتشر کردن. یه رساله علمیش رساله جابر ابن حیانه که توش فلسفه و فیزیک و شیمی و ریاضیات تدوین شده. همین الان دانشمندان دنیا نتونستن بفهمن امام صادق توی اون عصر خودشون چه حکمتهایی رو بیان کردن. این فقط میشه خزان العلم. ابو حنیفه که از ائمه اهل سنت هستش میگه انقدر امام صادق نزد ما هیبت علمی داشت که وقتی امام صادق کنار منصور دوانقی نشسته بود، من وارد شدم نتونستم به منصور سلام بکنم، به خاطر عظمت و هیبت امام صادق فقط به امام صادق سلام کردم. منصور گفت تو که دانشمند مدینه هستی، سوالاتت رو از امام صادق بپرس. هر سوالی که پرسیدم امام صادق فرمودن مکتب شیعه این جواب رو میده، اما نزد شما جواب این است، نزد طوائف دیگر مسلمین جواب این است. خود ابو حنیفه میگه اعلم الناس، عالم ترین مردم امام صادق علیه السلام. این میشه خزان العلم. در عبارت بعدی الداعی الیک بالحق، امام صادق رئیس مکتب جعفری است، رئیس شیعه است. در واقع باید بگیم رئیس اسلام است. اسلام از ایشون به ما تعلیم داده شد. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به واسطه ولایت امام صادقی که ما دین خودمون رو یاد گرفتیم. سدیر سیرفی میگه محضر امام صادق علیه السلام بودم، حضرت غذای خوشمزه ای رو برای من آوردن، رطب تازه آوردن، تا خواستم غذا رو بخورم اشک امانم نداد، چشمم پر از اشک شد. امام صادق فرمودن چیه؟ پذیرایی ما اندکه. گفت نه آقا، شما در محضر شما بهترین غذا رو دارم میخورم، اون دنیا چه شکلی جواب بدم؟ امام صادق فرمودن چرا این حرف رو میزنی؟ گفت آخه خدا در قرآن میفرماید لتسألن یومئذ عن النعیم، خدا روز قیامت از نعمت از من سوال میپرسه، من چطور جواب خدا رو بدم؟ امام صادق خندشون گرفت. حتی
دندان مبارک پیدا شد. میخوام بگم یاد دادن مکتب، یاد دادن حقیقت اسلام. امام صادق فرمودن نه، شمایی که در راه طاعت ما هستید، غذایی که میخورید، آبی که مینوشید، خدا ازتون سوال نمیپرسه. نعیم یعنی ولایت ما اهل بیت. از نعمتهای خدا بهره ببرید تا بتونید در مسیر طاعت ما اهل بیت باشید. از طاعت ما میپرسن، نه اینکه بپرسن چرا غذا خوردی. اینو که خدا در اختیار شما قرار داده. معالم دین رو امام صادق یاد دادن. کسی گفت آقا نمازم درسته، حضرت فرمودن بذار خودم برات نماز بخونم، عین من نماز بخون. صل کما اصلی، همین شکلی نماز بخون. معالم دین رو یاد دادن، دعوت به سمت خدا کردن. اما آخرین نکته فرمودن در این صلوات که اللهم و کما جعلته معدن کلامک، حقیقت کلام خدا رو و لسان توحیدک، حقیقت خدا رو امام صادق معرفی کردن. اگر امام صادق نبودن امروز ما خدایی رو میپرستیدیم که اصلا شبیه خدای قرآن نبود، شبیه حقیقت نبود، دچار خرافات می شدیم. بعد همین امام صادق فرمودن لا تنال به شفاعتنا من استخف بالصلات. مواظب باشید نمازتون رو کوتاهی نکنید، به شفاعت ما اهل بیت نمی رسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یکی از نکاتی که امام صادق به ما یاد دادن اهمیت زیارت ابا عبدالله الحسین. یا امام صادق شما به ما یاد دادید اگر بخواهیم روزه بخونیم، روزه یعنی روزه ابا عبدالله الحسین. ابو هارون مکفوف وارد بر امام صادق شد. تا وارد شد امام صادق فرمودن یا ابا هارون انشدنی للحسین، برای حسین من روزه بخون. مصعب وارد شد. تا وارد شد حضرت فرمودن انشدنی للحسین، روزه حسین من رو بخون. ابو هارون گفتش که یا امام صادق میخواید روزه بخونن، امرر علی جدس الحسین. آقا جان پاشید با هم بریم کنار گودی قتلگاه. خیلی امام صادق به زیارت امام حسین توجه داشتن. سدیر سیرفی میگه رسیدم محضر امام صادق در مدینه، تا نشستم حضرت فرمودن یا سدیر تزور الحسین کل یوم. سدیر من هر روز حسین ما رو زیارت میکنی. تا من این جمله رو شنیدم گفتم آقا بینی و بین الحسین فراسخ کثیره. آقا جان ما مدینه هستیم، امام حسین کربلاست، عراق. بین ما و امام حسین فاصله زیاده، چطور هر روز حسین شما رو زیارت بکنم؟ امام صادق فرمودند فما اجفاکم للحسین، چقدر در حق حسین ما جفا میکنید. گفت آقا جان باید چی کارو بکنم؟ حضرت فرمودند اسعد فوق سطحک، برو بالای یه بلندی. میخوام از بالای همین بلندی، از همین قسمت سلام بدیم به امام حسین علیه السلام، کنار همه شهدا، کنار فرزند امام صادق، شب شهادت امام صادق. حضرت فرمودن، خود امام صادق فرمودن میری بالای یه بلندی، فقل سلاسن، اول فنظر یمینا و شمالا، اطراف خودت رو نگاه بکن، هر طرف که سمت قبر حسین ما بود بایست، اطراف رو نگاه بکن، بعد دست رو سینه، فقل سلاسن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله،
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حالا روزه ابو هارون رو برات بگم. به امام صادق عرضه داشت عمر علی جدس الحسین. آقا جان پاشو بریم گودی قتلگاه، اونجا چیکار بکنیم؟ فقل اعظمه الزکیه. آقا جان پاشو خطاب بکنیم به استخوان‌های مقدس ابا عبدالله الحسین. میخوام بگم چرا امام صادق تا این جمله رو شنیدن بلند بلند گریه کردن. شاید یاد این قسمت مقتل جدشون افتادن. اون نامرد جلوی ابن زیاد صدا زد نحن رززنا الصدر من بعد الظهر. ما استخوان‌های کمر امام حسین رو بعد از این که استخوان‌های سینه رو شکاندیم. لا اله الا الله علی لعنت الله علی القوم الظالمین. مسلمانان حسین یاور ندارد، غریب است و کسی بر سر ندارد. اگر کشتن چرا خاکش نکردند؟ کفن بر جسم صد چاکش نکردند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به روزه ابا عبدالله الحسین فرج امام زمان برسان. همه ما رو جزو یاران حضرت مقدر بفرما. شب شهادت امام صادق به حق آقا امام صادق ما رو آشنای به احکام و معارف دینمون قرار بده. خدایا خداوندا رهبر عزیزمون، این مروج مکتب امام صادق، علمدار جبهه امام زمان در دوران غیبت، حفظ و یاری و نصرت بفرما. شهدامون، شهدای این گلزار مقدس، شهدای جبهه مقاومت، خدایا با امام صادق، امام الشهدا، با امام صادق محشور بگردان. عاقبت همه ما رو ختم به خیر، سعادت، شهادت ختم بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیتابم چشای ترم بیدارم، شب آخر بیتابم چشای ترم بیدارم. بغض آسمون سنگینه انگاری داره میباره. شب آخر بیتابم چشای ترم بیداره. بغض آسمون سنگینه انگاری داره میباره. بالا میگیره گریه آباتم من، نمیشه سحر تاریکی شب من. رسیده دیگه جون من به لب من. بالا میگیره گریه آباتم من، نمیشه سحر تاریکی شب من. رسیده دیگه جون من به لب من. عزیزمون سیرم مدینه کرده پیرم. خیلی سپاسگزارم از حسن توجه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه قرآن و معارف سیما، بینندگان عزیز و ارجمند سیمای نور و همراهان و عزیزانی که اینجا شرف حضور دارید، زائرین و مجاورین، آقایان و بانوان. گفتم یه بار، بد نیست دوباره بگم که خب قبل از صحبت‌های حاج آقای هدایت عزیز که از ایشون هم تشکر میکنم، یه بار عرض کردم خادمین گرانقدر بقاع متبرک شهر مقدس قم در کنار خادمین عتبات عالیات، خادمین حرم ابا عبدالله و جاروکشای بین الحرمین اینجا هستن. از
امامزاده سید علی علیه السلام، از امامزاده سید معصوم سلام الله علیه، از آقامون موسی مبرقه علیه السلام و از امامزاده ابراهیم سلام الله علیه، از حرمهای مطهر اولیاء الهی که توی قم مهمونشون هستیم، عزیزای دلمون، خادم‌ها و خادمه ها اینجا حضور دارن، نشون به اون نشون که صلواتشون الان حضورشون رو به شما بیننده های گرامی اعلان خواهد کرد. یه بار دیگه هر کی هر جای این محفل نورانی در حرم امامزاده علی ابن جعفر در آستانه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست، با بیننده های محترم حضورتون رو به اشتراک بگذارید. یه صلوات جانانه آقایان و بانوان ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب یکی از هدایای معنوی که آستان نورانی امامزاده علی ابن جعفر میخواد به دیدگان مهربان شما بینندگان و به قلبهای زائرین و مجاورین و بیننده ها و شنونده های حاضر در امامزاده علی ابن جعفر و گلزار شهدا تقدیم بکنه، اتفاقی است که تا ثانیه های دیگر میتونید شاهدش باشید. میدونین ما عادت کرده ایم که پرچم حرم اولیاء الهی در ایام عزا به رنگ مشکی در بیاد. دوستای خوبم زحمت میکشن با چند تا دوربین تصاویر گنبد و گلدسته ها و حرم آقا امامزاده علی ابن جعفر رو الان بهتون نشون میدن. پرچم سبز منقش به نام علی ابن جعفر الصادق علیه السلام آرام آرام پایین بیاد و بعد پرچم عزای بابای بزرگوارش امام صادق علیه السلام برافراشته میشه. اجازه میخوام من سکوت بکنم. نغمه خوش ذاکرای اهل بیت میتونه حس و حال قشنگی بده. ای خدا یه روز این سعادت رو بده، پرچم گنبد امام صادق علیه السلام رو برافراشته کنیم تو بقیع، قبر امام حسن، قبر امام سجاد، قبر امام باقر علیهم الصلاه و علیهم السلام رو انشاءالله. آقای حیدرزاده عزیز و نازنینم، من بهتون سلام میکنم. شما با مردم با زبان دل از این لحظه ها بگید، در حالی که پرچم گنبد علی ابن جعفر علیه السلام داره به رنگ مشکی در میاد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما عزیزان. عرض تسلیت دارم شهادت امام صادق رو، محضر فرزند بزرگوارشون حضرت علی ابن جعفر ولی نعمتمون، حضرت معصومه سلام الله علیها. انشالله همینطور که جناب مولایی فرمودن دست جمع مدینه منوره باشیم و اونجا از نزدیک عرض ارادت کنیم. الهی آمین. سلام علیک یا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله عمري زیر ملت شیخ الامه ما شیعیم امت شیخ الامه سرشار از محبت شیخ الامه ریزه خون کرامت شیخ الامه
ما را بلاش سینه زنم بیقرار کرد بر کشتی نجات حسینی سوار کرد. خیلی مدیون امام صادقی همین حسین گفتن آبون سینه زدن آبون ناله زدن آبش ریختن آبون شب شهادت غریب مدینه امام صادق میدونم امشب دلت رفته مدینه اما اونایی که مدینه هستن امشب و فردا تو بقیه نمیتونن بلند ناله بزنن نمیتونن بلند گریه کنن. اگه میخوای غریب نوازی کنی بیا با بردن پیرمرد و وسط کوچه بردن قرونت برم آقا جان. بعضی ها چقدر قشنگ دارن گریه میکنن ایبی نداره بلند ناله بزن. اگه برای یک بارم مدینه رو دیده باشی امشب متوجه شی بر چی میگم. همچی که صدا نالت بلند میشه تو بقیه ردت میکنن. اینجا بلند گریه نکن بلند ناله نزن. در محضن آقا جانمون علی ابن جعفر فرزند امام صادق بلند گریه کن بلند ناله بزن. امشب این آقا صاحب عزاست امشب این آقا شال عذاب گردن داره. خانم جان یا حضرت معصومه سرتون سلامت. بی عبا بردن پیرمرد و وسط کوچه بردن دست بسته شبیه مرتضی بردن بیا با بردن. تو کوچه زمین میخوان بلند میشد صدا میزد وای مادرم. این زمین خوردن تو مدینه تازگی نداشت بینندام عزیزانی که امروز و امشب ظاهر این آقا شدین. آخ بمیرم روزی هم مادرش فاطمه تو کجای مدینه بگم ناله میزنی سادات از پهلو و سینش خون میره از به پهلو دنبال علی میدوید این صدا میزد علی غریبه ناسزا گفتن من نمیتونم بگم که چیا گفتن بی حیا جلوی بچه ها گفتن ناسزا گفتن. یکی پیرمرده نمیتونه دوان بدمه یکی هم دختر بچه 3-4 سال است. امام صادق و دستاشو بستن با پای برهنه و سر برهنه تو کوچه های مدینه میکشوندن. ای جانم میدونم منتظر چی هستی ها. آقا امام صادق زمین خوردی ناسزا شنیدی درست آقا
شب شهادت هرچی باد آباد. آقا اگه زمین خوردی دیگه کسی نیزه بهت نزد، شمشیر بهت نزد، دیگه کسی دورت نکرد، سنگت نزد. یک نفر گفت حنجرش با من، دیگری گفت لا اله الا الله خنجرش با من، شب میگفت سرش با من. آی آی شب میگفت سرش با من. میرم برون غریبی که تو گودال دورش کردن. دوره کردن میدونی یعنی چی؟ شب شهادت دیگه، هرکی هرچی تو دستش بود میزد. فرقتان به سیوف، فرقتان به رماد. خدا جای تعجب داشت، خواهر بدل و نشناسه. خیره خیره نگاه کرد، تو داداش منی، تو پسر مادر منی حسین. اینطور دلش آروم نمیگیره. آخ بمیرم دیدن خم شد، لباشو به رگهای بریده گذار. رحم الله من نادا یا حسین. کجا روم به کرویا برم که درد و جهان به جز حسین کسی درد من دوا نکنم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اثار و امام و شهدا اموات خودتون والدین من حقین. عرض تسلیت به محضر آجان و مجدد بن الحسن ارواح نافدا. صلوات قرار خط بفرمایید. آقا خیلی متشکرم. حاج حسن آقای حیدرزاده عزیز، طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از برادر بزرگوارمون که تو لحظه های تعویض پرچم گنبد حرم امامزاده علی ابن جعفر علیه السلام برای ما از پدر بزرگوار این آقازاده خوندند و در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام ما رو به روضه شیخ الائمه علیهم السلام مهمون کردند. امیدوارم عاقبت به خیر باشید آقای حیدرزاده عزیز. عرض کنم محضر شما بینندگان محترم و شنوندگان عزیز، چون خیلی ها اطراف جایگاه برپایی این برنامه صدای ما رو میشنوند و در کنار گلزار و گلستان شهدای گرانقدر شهر مقدس قم در جوار امامزاده علی ابن جعفر، در کنار اموات خودشون در گذشتگانشون آمدند که اینجا در واقع هم زیارتی بکنند هم خیری برسونند. به این خاطر عرض میکنم شنوندگان و بینندگان محترم شبکه قرآن و معارف سیما، سیمای نور و هموطنان عزیز و نازنین و بزرگوارم در استان بوشهر که از لحظاتی پیش شما هم به جمع بینندگان پیوستید. خیلی خیلی خوش آمدید به قم، به حرم علی ابن جعفر علیهم السلام. دلمون میخواست بقیه باشیم. درسته که خانم عطایی هموطن خوبمون، همراه خوبمون، با ذوق و با هنرشون یه
نمادی از بقیع رو اینجا درست کردن که گاهی برای بچه‌های خوب تصویر یا تصاویری ازش بهتون نشون میدن و خیلی خدا قوت میگم، خدا الهی خیرتون بده. اما دلمون میخواست که الان دستانمون در پنجره های بقیع در مدینه گره میخورد. بنابراین اینجا تسلیت میگیم محضر آقا امامزاده علی ابن جعفر و میگیم آقا جان عزای بابای نازنینتونه، تسلیت آقا، شهادت پدرتون رو بهتون تسلیت میگیم. دل تسلایی شما اینجا روزخانی ما هست و این محفلی که برپا شده. اما عرض کنم حضورتون که خب با توجه به این که دیگه کم کم در آستانه لحظات ملکوتی اذان به افق شهر مقدس قم قرار میگیریم و دوستان عزیزم اینجا هم قراره که قرائت قرآن و انشاءالله گلبانگ اذان رو زنده و مستقیم هم داشته باشن، قبلش دوست داریم که نفس گرم و خوش خادمین و خادمه های بقاع متبرک و حرم اولیاء الهی در قم رو بشنویم. امامزاده سید جعفر شهید رو اون موقع یادم رفت بگم، خادمان بزرگوار، خادمه های گرانقدرشون اینجا هستن، از جاهای مختلف آمدن و یکی از خادمان اهل بیت، برادر نازنینم که تصویرشون حالا میبینید، حاج جواد اشعری عزیز و بزرگوار، قراره که نغمه‌ای سر بدند و هممون انشاءالله، هر کی اینجا، هر کی پای تلویزیون، هر کی کنار جایگاه ما، هر کی پشت صحنه برنامه هست، هم نوایی کنیم و عزاداری کنیم و اینجوری محضر امامزاده علی ابن جعفر تسلیت بگیم. آقای اشعری عزیز و بزرگوارم، آقا سلام علیکم. سلام علیکم. به شما تسلیت عرض میکنم و ممنونم که ما رو قرار با رفقای عزیز به فیض برسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت رئیس مذهب شیعه آقا امام صادق رو، محضر آقا جانمون حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا. این امامزاده واجب التعظیم، فرزند امام صادق آقا علی ابن جعفر، رهبر معظم انقلاب و تمامی دوستداران اهل بیت، با افتخار در این شب شهادت امام صادق همراه خواهیم شد با عزاداران حضرت. دقایقی رو انجام وظیفه خواهیم کرد. انشالله وعده هممون باشه مدینه و قبرستان بقیع. یا علی. به پا شده بزم غم و نوحه صادق آل عبا، به پا شده بزم غم و نوحه صادق آل عبا، بر سر و سینه میزنم شیعیان مکتب مرتضی، فدای احوال پریشان او، تسلیت ما به عزیزان او. دستت بیاد بالا. واویلا آه واویلا واویلا، همه با هم واویلا. شکر خدا که پیرو مکتب ولایت صادقیم، شکر خدا که پیرو مکتب ولایت صادقیم، کنار جمع شهدا نوح خان حضرت صادقیم، سلام ما به صحن افلاکیش، به تربت بی حرم و خاکیش. واویلا آه واویلا واویلا، صدا تو رها کن واویلا واویلا. غرق به خون شده ای خدا، عاقبت چشم تر فاطمه،
غرق به خون شده ای خدا، عاقبت چشم تر فاطمه، رخت عذاب تن کنی در عزای پسر فاطمه، رخت عذاب تن کنی در عزای پسر فاطمه، خادم بچه های پیغمبری، مدافع ولایت و رهبریم. بگو خادم بچه های خادم بچه های بریم، مدافع ولایت و رهبریم. واویلا آه واویلا، زهر جفا شرر زده به تمام پیکر عطرش، زهر جفا شرر زده به تمام پیکر عطرش، نام غریب کربلا شده ذکر نفس آخرش، بی کفن کرب و بلا یا حسین، رفت سرت به نیزه ها، یا حالا دستتو بیار بالا، یا حسین یا حسین، صدا تو رها کن یا حسین، حسین بی کفن کرب و بلا یا حسین، رفت سرت به نیزه ها یا حسین یا حسین یا حسین. ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم، در دین و علم این همه منصب نداشتیم. شب شهادت غریب مدینه اگه نشد مدینه و بقی باشیم، اومدیم تو آستان فرزند امام صادق امام زاده علی ابن جعفر، کنار قبور شهدای عزیزمون، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و سلامت، شهدای عرصه خدمت، شهدای جبهه مقاومت، امام عزیز فیض ببرن. نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم، ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم. آری اگر کشیه به پا هست و عاشق است، از قال باقر است و از این قال صادق است. بند آخر حرفم تمام، با گوشه نگاه تو ظاهر درست شد، با روز خانی تو شاعر درست شد. از ذوق توست این همه شاعر درست شد، از قطره ای ز علم تو جابر درست شد.
هر کس بدون توست به محشر معطل است. توحید ما طفیلیه، درس مفضل است. یکی دو بیت از تو این آستان این آقام، دل تو ببرم کنار قبر پدر بزرگوارش. هر شب که در بقیع را می‌بندند، من گریه کنم به پشت دیوار بقیع شیعه داغدار مدینه و قبرستان بقیع. فدای اون آقایی بشم که جسارت کردن 3 بار ملعون قصد جان حضرت رو کرد، اما منصرف شد. آقا رو با احترام برگردون. هر بار که قصد جان حضرت رو داشت، پیغمبر رو دید. اگر منصور میسر فرزندم کوتاه بشم، کاخ تو زیر و رو میکنم. یا رسول الله، اینجا طاقت نیاوردی ببینی به فرزندت جسارت میکنن، بی احترامی میکنن، اما کجا بودی کربلا؟ نیزه دار با نیزه میزد، شمشیر دار با شمشیر میزد. میگن هر روز این نام ابی عبدالله رو نزد امام صادق میبردن، کسی تا پایان آن روز لبخند بر لبان حضرت مشاهده نمیکرد. میفرمود حسین سبب گریه برای هر مؤمنیم. نیزه دار با نیزه میزد، شمشیر دار با شمشیر میزد. اونایی که حربه نداشتن عزیز فاطمه رو سنگ بارون. حسین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم برادر عزیزم ذاکر اهل بیت، خادم اهل بیت، جناب حاج جواد اشعری عزیز. یه دعا بکنم انشالله همه پدرامون، همه مادرامون، همه پدر بزرگا و مادر بزرگان در گذشتمون، همه از جمله پدر بزرگوار آقای اشعری ابوالشهید بودند، پدر شهید بودند. این روزها آقای اشعری ما داغدار داغ باباشون، انشالله همه مهمان آقامون امام صادق علیه السلام باشن. خیلی سپاسگزاری میکنم از همتون به خاطر همراهیتون از حدود 1.5 ساعت پیش، کمتر بیشتر، با سیمای نور و از طریق شبکه قرآن و معارف سیما و همینطور دقایق گذشته رو جناب آقای ابوالقاسمی همکار ارجمندم اشاره کردن که هموطنان خوبمون در مرکز بوشهر همراه ما بودن. از همتون تشکر میکنم به خاطر اینکه تو این مجلس روضه آمدید و حقیقتاً کنار مضجع و حرم نورانی علی ابن جعفر علیهم السلام عزای پدر رو برگزار کردیم. البته این رو عرض بکنم بعد از نماز مغرب و عشا اینجا هم
در این مکان نورانی برای حاضرین و زائرین و مجاورین برنامه خواهد بود همچنان و هم برای شما بینندگان گرامی و حوالی ساعت 21 میتونید از طریق شبکه افق سیما انشاءالله ویژه برنامه ای رو نگاه بکنید. همینطور ساعت 22 سیمای نور ویژه برنامه ای رو دوباره تقدیم شما بینندگان عزیز خواهد کرد و بعد از نماز مغرب و عشا مراکز مختلف صدا و سیمای استانی کشورمون هر کدوم که ارتباطشون برقرار بشه با این نقطه عزاخانه ای میتونن تشکیل بدن از طریق امواج تلویزیونی برای هموطنانمون در استانهای مختلف. آسمان است و زمین دور سرش میگردد آقامون امام صادق، آسمان است و زمین دور سرش میگردد، آفتاب است و قمر خاک درش میگردد، این قد و قامت افتاده مردم درخت طوباست، این محاسن به خدا آبروی دین خداست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد الصادق و رحمت الله و برکاته. از دوستانم در